وقتی که автомашина ها پیش از آن که به تاجیکستان وارد کرده شوند حداقل توسط 6 کشور دنیا عبور میکنند و در هر یک کشور دنیا 2 مرتبه از نظارت گمرکی گذرانده میشوند و همه مقامات گمرکی این کشورها دستیابی به همان مرکز اطلاعاتی اینترپول را دارد و عجایبش این است که تا رسیدن مال در کشور تعیینات توسط کشورهای ترانزیتی هنگام به رسمیت درباره گمرکی مال این مالها در رویخط مالهای دزدیده شده شامل نیستند. هنگام به رسمیت درباره گمرکی ما هم امکانیت دسترس نمودن اخبارات از منبع اطلاعاتی اینترپول را داریم ولی بعد از گذشتن یک مهلت معین وقت معلوم می شود که این ماشین ها در حال کافتکاف قرار دارند گویا که دزدیده شده باشند. چیز دیگر در مجموع طبق رقم های گوناگون آورده می شود لیکن طبق اخباراتی که از پاسه اخبار هم دسترس کرده می شود اطراف بیش از 50,000 автомашина همساله از کشورهای اروپای غربی گویا دزدیده می شود و شما یک بار با اینترنت داخل شوید و همین یک کلمه را انتخاب کنید که لگالیزاسیا угнанных автомобилей و ببینید که ده‌ها اعلان پیشنهاد کرده می شود که خدمت رسانی در ساحه لگالیزاسیا کردن ماشین های دزدی را با شما پیشنهاد میکنند و اکثر همین شرکت هایی که همین گونه خدمت رسانی را پیشنهاد میکنند در کشورهای اروپای شرقی قرار دارند و این گونه شرکت ها عموما در تاجیکستان یگان این گونه شرکت وجود ندارد و این قانونشکنی یا که این دزدیدن این ماشین ها پیش از همه ارتباط دارد به یک قطار جنایت های دیگر پیش از همه به تقلبکاری سقراطی رقبای ماشینیستا میگویند در حالت همین با قلبکی ساختن حجت ها و قلبکی ساختن وینکوت های خودی автомашина و همه این جنایت ها در بیرون از تاجیکستان در کشورهای اروپای شرقی در کارخانه‌های مخصوص به عمل آورده میشه. بنابراین در برابر فکر میکنم که خوب میشد که پیش از آن که دیگر کشورها را ایقار کردن به آن که ماشین ها را گویا از آلمان میدوزند و سبب و شرایطی که به همین دزدی همین ماشین ها مساعدت میکنند یعنی که به همین حالتهای خلابی سقراطی و حالتهای عوض کردن حجت ها با این چیزها مبارزه بردن ثمره‌ناک‌تر است نظر به آن که در تمام دنیا که همه سال 50,000 ماشین دزدیده می شود و در کشورهای دنیا اون ماشین ها را جستجو نمودن یا تمام کشورهای دنیا را ایقار کردن به آن که ماشین ها را از کشورهای اروپای غربی می‌دزدند. در برابر همه این حالت‌هایی که نامبر شدن برای من گفتم که تاجیکستان یکی از کشورهای به حساب می رود که در آنجا خیلی گفتن که автопрачечный برای ماشین‌های دزدی حسابیده شده است تماما در دایره این صلح راست نمی‌آید من یک سخن از همان اساس ندارم ناگواسته از این زمان از با سفارش حکومت جمهوری تاجیکستان در نزد وزارت کارهای داخلی گروهی بین اداروی باید این موضوع عمل کرده ایستاده است و فکر میکنم که این گروه در آینده نزدیک باید به این موضوع خلاصه مشخص خود را خواهد پیش می‌برد.